CCNA CCNP، فولدر GNS3، خود GNS3 رو داریم، IOU داریم، توضیح میدم چیه، برنامه سکیور CRT و VMware. خب GNS3 به این شکل کار میکرد قدیم که شما روی GNS3 باید iOS سیسکو رو میدادید. این iOS فقط iOS های روترهای سیسکو بود، فوق العاده سی پی یو میگرفت. این که پرسیدید آیدل پی سی میزدید، آیدل پی سی میزدید که از منابع کمتر سی پی یو استفاده کن. سویچینگ هم نداشت، سویچ ها رو ساپورت نمیکرد، یعنی باید یه روتر می آوردید، یه ماژول 16 پورت سویچ مثلا بهش میدادید، اونم بعضی قسمت ها مثل ویلن و ترانک رو ساپورت میکرد. فیچرهای STP، RSTP، MSTP، VTP هیچ کدوم از اینا یا تولزایی که بعداً رو سویچ کار میکنیم رو ساپورت نمیکرد. خب یه چند سالیه iOS های اومده به اسم IOU، یعنی iOS روی یونیکس. GNS3 IOU رو ساپورت میکنه. به چه شکل؟ GNS3 رو نصب میکنید، این فرض کنید GNS3ه، بعد یک ویرچوال ماشین لینوکس هست که اون رو هم نصب میکنید روی VMwareتون. IOU ها روی لینوکس ران میشن، رو ویندوز ران نمیشن. GNS3 VM شما رو پیدا میکنه خودش. الان میریم بررسی میکنیم، من بهتون نشون میدم چطوری اون رو پیدا میکنه. از توی GNS3 IOU ها رو، یعنی اون iOS هایی که روی لینوکس ران میشه رو آپلود میکنید روی VM تون و بعد هم GNS3 فقط رابط گرافیکی شماست. روتر میارید میذارید، سویچ میارید میذارید، در حقیقت اون سویچ ها و روترهای IOU روشنشون میکنید، کنسول میگیرید، ولی همه چی داره کجا ران میشه؟ توی VM. اون iOS ها داره توی VM ران میشه. اولا که سویچ رو میتونید ران بکنید، یعنی لایه 2 داره، البته لایه 2 به منظور سویچه ولی سویچ های لایه 3 هستن در حقیقت. روتر داره و بعد هم تمام اکثر کانفیگا یا کامند هایی که ما بخوایم رو ساپورت میکنن. خیلی هم سبکن، یعنی در حقیقت میتونم بگم با سیستم 4 گیگ رم و یه سی پی یو دوال کور 20 تا 30 تا روتر میتونید یا سویچ در کنار هم ران کنید بدون اینکه سی پی یو یوزیجتون بالا بره یا خیلی رمتون اشغال بشه. خب اولین کاری که میکنیم توی GNS3 فولدر GNS VM VMware، هر ورژن GNS3 VM خودشو داره، یعنی اون ویرچوال ماشینه که لینوکس iOS ها باید بره روش، اون رو ایمپورت میکنید. برای ایمپورت کردنش باید VMware رو قبلا نصب کرده باشید. اگر نصب ندارید VMware ورکستیشن 14 اینجا هست. اگر نصب کنید فایل OVA VM خودش رو میشناسه، اسمش GNS VM، روش که کلیک بکنید توی VM ایمپورت میشه. خب نوشته GNS VM تو پرانتز 2، نه باید GNS VM باشه. این به خاطر اینه که قبلا من دارم، بله، و GNS3 حتما باید GNS VM باشه تا با هم کار کنن، یعنی اسم خودش دقیقا باید باشه چون رو همون اسم لایسنس هم داره. اینا رو من پاک کنم قدیمی ها رو، البته از تو GNS VM از توی VMware پاک کردم ولی توی فولدر VM که اینجا توی مای داکیومنت هست میمونه. پاک کنید، کار نمیکنن، همه رو آنینستال. پروژه ها رو یه جای دیگه سیو کنید. خب شاید هم اینجاست VM دانلود
داکیومنت ویرچوال ماشین GNSVM. خب حالا بریم GNSVM ایمپورت ساب کنیم تا ایمپورت شه. اول GNSVM تون رو ایمپورت کنید به چند دلیل. یکی اینکه یه IP رو به شما میده که اون IP رو نیاز دارید. قبل از اینکه GNS3 رو ران کنید باید اون IP رو بدونید که تو صفحه ویزارد GNS3 بزنید، ولی اگر GNS3 رو ران بکنید اون IP رو به اشتباه بزنید بعداً یه کمی سخته اون IP رو دادن این دوتا رو با هم مچ کردن. بعد سیستم رو ریستارت کنید، GNS3 رو ریستارت کنید. بهتره که اول GNS رو ایمپورت کنید، IP رو بردارید، بعد برید GNS3 رو نصب کنید که بدونید چه IP رو باید به GNS3 بدید که این VM تون رو پیدا بکنه. خب بعد که ایمپورت شد میتونید منابعش رو هم ادیت بکنید، یعنی مثلا جای 2 گیگ رم 4 گیگ بدید اگر رم زیاد دارید، جای یه سی پی یو مثلا 2 تا سی پی یو بدید. من الان 2 تا سی پی یو میدم. بعد هم استارتش کنید. همین دیگه، هیچ کاری باش نداریم. هر دفعه هم که GNS3 رو ران میکنید خودش این ماشین VM رو ران میکنه. خب اگر GNS3 ران ماشین VM تون ران نشد ممکنه ارور بگیره از CPU virtualization، یعنی اینکه ویرچوالایز کردن CPU تون از توی بایاس دیسیبله یا ویندوزتون 32 بیتیه یا اینم که اصلا CPU تون ساپورت نمیکنه VMware داشته باشید. اون مورد سومی خیلی کمه، اکثر CPU ها ساپورت میکنه. یا ویندوز 32 بیتیه یا اینم که از تو تنظیمات بایاس ویرچوالیزیشن CPU تون دیسیبل هست. خب از رنج 91 IP گرفت. خب همین کافیه بدونیم. بریم GNS3 رو نصب. نه ران نمیشه. حتما باشه. خب GNS3 رو هم که نصب میکنید next agree next. یه سری چیزا رو نیاز نیست نصب کنید. دلیلش اینه که باید برید تو اینترنت نصب کنه و شما هم نیاز ندارید. اولا که NP کپ رو تیک نزنید. NP کپ رو بعداً کپچر رو ببینید دیگه، الان که نمیخواید نصب کنید. وایر شارپ رو بردارید برای اینکه میخواد برید تو اینترنت دانلود کنه. بعداً میتونید فایلش رو بگیرید نصب کنید. سولار ویند نیاز نیست. داینامیکس باشه، QMO باشه، VPC باشه، تیم ویور هم برمیدارید، VNC هم برمیدارید. این دوتا هم نیازی نیست. next. الان اگر اونا رو من بر نداشته بودم میخواست بره از تو اینترنت اونا رو دانلود کنه، بعد هی باید دیسیبل میکردیم که نره این کار رو بکنه. ساب میکنیم تا نصب شه. ورژن 2.1.5 هم اومده. 2.1.1 2 3 4 5 ممکنه رو بعضی از ویندوزها نصب نشه، مثلا 8 دارید 10 دارید. فعلا استیبل ترین ورژن همینه. ارور چیه این داده؟ خب من فکر کنم یه بار GNS3 رو که پاک کردم باید ریستارت میکردم. بعد از نصبم حتی باید ریستارت. فکر نمیکنم نصب شده باشه. نصب نشده. و بهتر اینه که فایلش هم از اینجا پاک کنم اگر باشه، اگر نه که هیچ. فولدرش